توقف بابا یه خورده تخفیف بده. بابا تخفیف چی؟ این کار زحمت داره. میدونی چقدر باید عرق بریزم هی بالا پایین بکنم؟ 200 تومن که چیزی نیست. این بحث 200 تومن نیستا، بحث چیزای دیگه است. راستی میخوری؟ بخورم. دیوونه نخوره که نمیتونه بزنه. ما وقتی خورم شارجیوبم همه جای این مالام. شیطون دیگه اهل چی هستی؟ ما اهل عملم. حالا بیام تو کار بهتون نشونیدم. کلت نمیخورم ولی خوب در میاری. خوب داری یارم، ولی هر کی دیگه جای موبی تا حالا کمرسیش نیموند. خب ببین نگاه کن الان دیگه دیر، عجله کن بزن بریم. آره باشه بذار اسپریم بردارم بریم دیگه. اسپری؟ اسپری شستشوه. اسپری چیه مگه تو ارگی نیستی؟ نه با ارگی چنه، ما گرگیم. گرگلی مگه این ارگ واسه تو نیست؟ نه بابا این مالی بنده خدای گذاشتش امانت گوی 5 دقیقه رفت مستراب سرایی و برگرده. ما کارم نظافته، داخل باغا داخل خونه ها ایرم نظافتی کنم. ما که دارم یه ساعت توضیح دادم گفتم 200 تومانی گیرم چون باید برم بالای تمیز کنم بیام پایین عرق بریزم کمر دردی گیرم. گفتین یه لقمه غذایی گفتم بدینم که بتونم خوب شیشای به مالام. منظورم ای بیده. ایناش داره یای همین کله زرده حویجه یه این اومد. آقا تو کجایی یه ساعتی بند خدا محتلتونه؟ تو گفتی 2 دقیقه را مسترا بیام. آقا من 1 ساعت منتظر شما رفتی کجا؟ دارم با این آقا بحث میکنم. مال به مالا بخور برو کیف کن. الهی چش حتما کسی روشن کن بریم. اما گرگلی ببخشید خیلی وقتتو گرفتیم. نه با خوشحال شدم. خواهش میکنم خوش بگذار. حال کردی با ما پلنگا حرف زدی ما بریم ای طول پلنگا. بای بای. خوش بگذاره طول سگ پلنگا.